نفر دهم لیستمون آقای لری پیچ هستند که به همراه آقای سرگئی بنیانگذار شرکت گوگل و نهایتاً موتور جستجوگر گوگل هستند. ایشون همکنون 16% سهام شرکت گوگل رو دارا هستند. ملیتی آمریکایی دارن و تحصیلاتشون در زمینه مهندسی کامپیوتر هستش. نفر نهم لیستمون آقای نارندرا مودی نخست وزیر هندوستان هستش. ایشون دارای سیاستی پویا و قوی هستش و در یکی از سخنرانی‌های خودش گفته که هندوستان به زودی تبدیل به سومین قدرت جهان خواهد شد. نفر هشتم گروه محمد بن سلمان نخست وزیر و ولیعهد وقت عربستان هستش که اون قبل از اینکه ولیعهد عربستان بشه وزیر دفاع عربستان بود. بن سلمان پسر هشتم پادشاه عربستان هستش. نفر هفتم لیستمون آقای بیل گیتس هستش که زمانی ثروتمندترین فرد جهان بود. ایشون برنامه‌نویس و بنیانگذار شرکت عظیم مایکروسافت هستش و همچنین در این زمینه به فعالیت خودش داره ادامه میده و یک نیکوکار بسیار بزرگ هستش. نفر ششم پاپ فرانسیس هستش، رهبر کلیساهای کاتولیک جهان که دکترای فلسفه داره و فردی بسیار با نفوذ و پرقدرت هستش. مرد قدرتمند شماره 5 آقای جف بزوس صاحب کمپانی عظیم آمازون هستش که ایشون هم مانند پول گیتس زمانی صدر جدول مردان ثروتمند جهان رو به خودش اختصاص داده بود. آیا باور می‌کردید که همچنین مردان قدرتمندی تو دنیا وجود داشتن؟ نظرتون رو کامنت کنید. نفر چهارم لیستمون خانم آنجلا مرکل صدر اعظم هشتم آلمان هستش که زنی بسیار قدرتمند در عرصه سیاسی بود و جدیداً هم از ریاست آلمان به کنار رفته. نفر سوم گروه دونالد ترامپ ریاست جمهوری سابق آمریکا هستش، هرچند برای دوره پیش رو هم قصد نمایندگی داره. دونالد ترامپ فردی با نفوذ و ثروتمند هستش. نفر دوم گروه ولادیمیر پوتین ریاست جمهوری حال حاضر روسیه هستش که فردی پرقدرت و دارای مهارت‌های رزمی و نظامی هستش. و نهایتاً نفر اول گروهمون آقای شی جین پینگ ریاست جمهوری خلق چین هستش که فردی بسیار پرقدرت و پرنفوذ هستش. دوستان ضمن این که ما رو سابسکرایب میکنیم لیست مورد انتظار بعدی رو بر ما کامنت کنید.